من فکر میکنم این نشانه اتحاد هست، اتحادی که جمهوری اسلامی ازش هراس داشت. از همون ابتدا تلاش بسیار زیادی کرد که بین مردم، بین مللی که توی ایران هستند، از کرد گرفته، بلوچ گرفته، فارس، عرب و بقیه، تلاش کرد که یک اختلافی ایجاد بکنه، اعتراضات رو به خارج از ایران ربط بده. ولی به نظر من کاملا در این پروژه، در این سناریویی که میخواست انجام بده شکست خورد و الان اتحادی که بین بلوچ ها، بین فارس ها، بین کرد ها و بقیه ملل هست و بی سابقه هست. به نظر من الان که امروز در 40م شهدای جمعه سیاه بلوچستان ما هستیم، جمعه‌ای که بیش از 100 نفر رو جمهوری اسلامی اونجا به رگبار بست و کشت، اعتصابات و تظاهراتی که ما در دانشگاه‌ها امروز شاهدش بودیم نشانه یک اتحادی است که جمهوری اسلامی هیچ وقت اونو نخواسته و ازش هراس داره. از طرفی صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو هم شنیدیم و ایشون در هفته‌های گذشته به طور مشخص صحبت‌های تندی کرده در انتقاد از مسئولان و گفته که رسیدگی نشده به آنچه که در زاهدان اتفاق افتاد. چقدر فکر می‌کنید که حمایت او از معترضان تاثیرگذار بوده؟ من فکر میکنم خب مولوی عبدالحمید اونجا یک شخصیتی هست که مورد احترام همه هست، از همه مردم، از همه اقشار جامعه اونجا بهش احترام میذارن، مخصوصا بعد اینکه جمهوری اسلامی اونو تهدید کرد، کانال‌های سپاه وابسته به سپاه به صورت مستقیم اونو تهدید کردن. هنوزم تا همین امروز هم حالا مقامات و کسانی که از روحانیون هستن، مخصوصا مراجع، برخی از کسایی که روحانیون صاحب نفوذ هستند در حال این هستند که مولوی عبدالحمید رو با تهدید در واقع از حمایتی که داره از مردم انجام میده منصرفش کنن. منتها این حرفش رو مولوی عبدالحمید گفته و بارها در نمازهای جمعه اعلام کرده که خواستشون چیه. منتها موضوعی که هست به نظر من اینه که مردم الان به تغییر مثلا رئیس پلیس یا حتی مجازات اینا راضی نیستن. مردم کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی دیگه چیزی نمیخوان، زیرا کسایی که ما توی بلوچستان توی این اعتراضات از دست دادیم خیلی افرادی بودن که اصلا معلول بودن، خیلی کسایی بودن که کودک بودن، زیر سن قانونی بودن، اصلا برای جمهوری اسلامی نمیتونستن اصلا خطرساز باشن. برای کسایی که اونجا هستن، برای نیروهای نظامی امنیتی، برای کلانتری که جمهوری اسلامی ادعا میکنه، هیچ خطری نداشتن و خون اینها به نظر من نمیشه با تغییر فلان مسئول و یا فلان مقام نظامی یا به هر حال هر مسئولی در عدالت در حقشون اجرا بشه. خیلی متشکرم. مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر با ما.